و نه به پدران و نه به فرزندان و نه به کودکان رحم دارد. واقعا هر یک نفر، هر یک مبارزی که صدا بلند میکند، هر یک آزاد اندیشی که صدا بلند میکند و درد دل خودش را میگوید و میخواهد که میگوید که من این را نمیخواهم، این را میخواهم، بالای همه اهل و عائله اون فشار و تعقیب و نمیدونم حتی روانه زندان هم میشوند. مثال های زنده زیاد داریم که هر روزه در رسانه ها اون را ما پیگیری کرده ایستادیم و اون را مشاهده کرده ایستادیم که چگونه این رژیم مادران پیرانسالی که از 60-70 ساله حتی زیاد هستند اونها را برده فشار روانی بالاشان روا میبینند و چگونه کودکان نابالغ را برده فشار میدهند و چگونه جوانان را برده فشار و روانه زندان میکنند. و حالا سخن را به درازا نمیکشم، سخن را به یکی از مبارزان دیگر، به یکی از مبارزان راه آزادی برادر محمد صابر عبدالقهار میدهم. نامه دارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا میناداری خود به تمام برادرانی که امروز در این جمع آمد دارند بیان کردند و امروز جمع آمدی که در اینجا ما حضور داریم و برادران ما حضور دارند در نزد خانه طالبان، در نزد بنام کنسولگری که امروز جرأتی نمیکنند که به نزد ما بیایند. خطاب من به طرف شما است ای حکومتداران، حتما روز میرسه که ما از درون تاجیکستان ما قیام میکنیم و قامت شما را میشکنیم. چنان که امروز برادرها گفته گذاشتن، حکومت ظالم، حکومت دیکتاتور، حکومت اولادی که در طول 24 سال تنها بالای مردمی تاجیکستان فشار، قتل، غارت، دروغ، فریب میارد و مردم به یک حوزه از همه پسترینه که امروز در دنیا از تاجیکستان به یک حوزه کمبغلی تبدیل داده که در تاجیکستان تنها فقط اهل و عائله رحمان زندگی میکنند و هر یک رسمایی که در اینجا هستند این گناه اینها تاجیکستانی بدن است و اندیشه شخصی خودشان داشتن است، آزادی خواستن به ملت، عقیده خود را داشتن. چنانه که در به ما و شما معلوم است برادر ما مقصود ابراهیم برای سخن آزاد، برای عقیده شخصی خودش اولا از دست این رژیم سوءقصد قرار گرفت، بعداً دزدیده به تاجیکستان برده شد و این برادرایی که امروز در اینجا رسماشان هستند برای خاطر که سلاله رحمانوف ابدا بماند اینها زندانی هستند و باز هم تکرار میکنم که گناه اینا تاجیکستانی بدن است. امروز تاجیکستان ما به یک زندانی بزرگ تبدیل داده شد که تنها و تنها در اون تاجیکستان فقط اهل عائله رحمانوف زندگی میکنند. من امروز به حکومت تاجیکستان خواهش نمیکنم، من امروز طلب میکنم استعفای رحمانوف و حکومت رحمانوف، چون که تا امروز قدمی که از رحمانوف از حکومت رحمانوف خواهش کرد برعکس شد، زندانی شد، قتل شد، مرزی فرار مردا کرد. امروز روز رسیده که ما تنها قیام بکنیم و قامت حکومت بشکنیم و انشالله او روز میرسه که قامت حکومت ظالم شکستن شما میبینیم و فشارهایی که بالای ملت میاره رحمانوف و انسانهایی که امروز در پهلوی رحمانوف هستند و این ظالمیشون میخواهند که مردم تاجیکه، مردم شریف تاجیکستان غلام ابداً بکنند و امروز ملت تاجیک، ملت تاجدار، تاجش اثر گرفته شد، فقط گناهگار رحمانوف و رژیم رحمانوف است. تاج ملت تاجیک تاجدار گرفته شد و انشالله یک بار دیگر ما قامتمان را پس میکنیم تا که تاجمان از زمین بگیریم و در سر بکنیم و انشالله که ما حتما قامت حکومت رحمانوف میشکنیم. امروز حکومت رحمانوف یک سیستم دیکتاتوری در تاجیکستان
ساز کرده که تنها مردم تاجیکستان باید رحمانوف بگن. پیشوای ملت، قهرمان ملت، نمیدونم همه خور و بلایی که هسته امروز فکر کردن برای رحمان. امروز جوانها را، مکتبچه‌ها را، دانشمندان، دانشجویان را امروز مجبورن به کوچه ها میبرن. اینجا سوال به حکومت‌ها برای چی مکتبچه‌ها، برای چی دانشجویان؟ برای که دیگر مردم به شما باوری ندارند، برای که دیگر مردم قوه کاری که بیرون از وطنند به شما باوری ندارند و این جوان‌ها را و این دانشجویان را مجبورن شما به کوچه ها میبرید، تنها برای روی سیاه خط سفید کردن رحمان، نه برای ملت. ملت در طول 24 سال است یگان بهبودی ندید، تنها مکر، فریب، دروغ. امروز دعوا داره که پیشوای ملت است. پیشوای ملت هیچگاه به زوری بالای ملت آورده نمیشه. پیشگاه ملت هیچگاه از درد مردم فراموش نمیکنه. پیشگاه ملت هیچگاه نمیگذاره که مردمش سطح زندگیش پستر باشه. پیشوای ملت در پهلوی ملت است، در پهلوی شهروندان است. امروز ملت تاجیک به نابودی میره و رحمانوف رقص بازی میکنه. امروز ملت تاجیک از بین رفت، رحمانوف بازی میکنه، خانی میکنه. تنها مقصد رحمانوف که روز 22 اعلان کردنی دولت تاجیکستان به نام دولت مردم سالاری را خفا بردن به عصرهای میانه، به عصرهای پادشاهی، به عصرهایی که یک قوم، یک عائله مردم حکمرانی میکرد، تنها به همین خاطر است. هر یک قانونایی که امروز ایوازا و علاوه هایی که در سرخانون رحمانوف جاری میکنه، همه یا درگیر در اطراف ماده 65 هستند که یک پونکت دیگر در اینجا جا کرده که هر یک چیزی که تعلق داره به پونکت 4 که در اینجا گفته میشد که هر یک رئیس جمهور نامزدی خود نه زیاده از 2 مرتبه میتواند نامگذاری بکنه. در پونکت 5 که علاوه میشه میگه هر یک چیزی که در پونکت 4 است این تعلق نداره به رحمانوف. یعنی رحمانوف امروز باید صلاحیتش بالاتر از سرقانون شود، بالاتر از ملت شود، بالاتر از نظر مردم شود، بالاتر از دولت شود. و هر یک چیزی که خودت میکشی، هر یک پلانی که رحمانوف میکشی، بالاتر از خودت خداوند است. این پلانات میماند. انشالله باز تکرار میکنم که من خواهش نمیکنم از تو، من طلب استعفای خود و حکومت خود دارم. امروز روز رسیدگی که صبر مردم لبریز شدگی است، ظلمی تو کنار نداره. ما امروز مجبور شدیم که ظالمایی که برآمدگیان بالای ملت سر راه اینا بشیم. و خواهش من به مردم تاجیکستان در طول 24 سال خاموشی شما بود که امروز یک انسانی که ظالم است میخواه که حکومت خودش ابدا بمانه. امروز روز بیدار شدن شما، روز قیام کردن شما علیه ظلم و ظالمی. در تاجیکستان جنگ بین حق و باطل است. مردم تاجیکستان همه حق است، یکی تحت ظلم رحمانوف قرار دارند. تنها ما میتونیم که این ظالما را سر راهشون بشیم. تنها ما میتونیم که شکست بدیم حکومت، حکومت رحمانوف، حکومتی که نمیخواه که دیگر مردم در تاجیکستان آزاد باشند. یک خودخواهی که میگه در 8 میلیون اهالی من جایگزینی خود من نمیبینم، یعنی که من تنها هستم در تاجیکستان. نه، ملت تاجیک، شهروندای تاجیک داره مردمی که شخصانی که حکمرانی بکنن و دلسوز ملت دولت باشن. یک بار به چهره خود نگاه کن و به چهره مردم نگاه کن. امروز خودخواهی خودت، دوست داشتنی خودت ایمانی تو را ضعیف کردگی، چشمای تو را کور کردگی که غرض از خودت کسی را نمیبینی. هر یک انسانی که آزادی خواست، هر یک انسانی که عقیده خودش داشت، هر یک انسانی که مسلمان بود برای تو دشمن شد، هر یک انسانی که به عقیده تو توقی نامد و زندانی شد قتل شد. این ملت فرزندای داره که سینه خودش سپر کنه تا که ملتش، دینش و وطنش آزاد بکنه. این را شما فراموش بکنید.
به فشارهایی که شما بالای مردم میاره، بالای زنها، مادرها، فرزندها میاره، سر راه ما شده نمیتونه. الله شاهد باشه وقتی که ما قیام کردیم ما میدانستیم که علیه کی قیام کردگی و بر ضد کی مبارزه میبریم. باز به همون انسانایی که امروز دست به یاردم رحمانوف میکشه، الله شاهد باشد دست بکشه، از حکومت دست بکشه، در پهلوی ملت باشه، بترسه از روزی که مردم قیام میکنه. من گمان نکنم که مردم شما را ببخشه. امروز روزی است که در پیش مردم بزانو بزنه، از مردم تاجیکستان، از خلق تاجیکستان بخشش بپرسه، شاید که امروز شما را ببخشه. ظالمایی که در بالا مرا گوش داره حتما صدای من میرسه. شما در تاجیکستان بالای مردم ظلم میکنه، برای یک به یک با ما سخن میکنید. امروز درهای شما پوشیدن، این نشانه ضعیف بدن شما است. در بالای تاجیکا، در بالای تاجیکستانیا ظلم دیگر نکنید. ما هستیم تاجیکستانیا فرزندایی که برای وطن، برای دین آماده هستیم که جان ما بسپاریم و تعداد ما زیاد است و انشاءالله که ما حتما روز میشه که ما از در درون تاجیکستان قیام میکنیم. تشکر زیاد به همه برادرانی که صدای ما را شنیدن و انشاءالله مطمئن باشه این وعده خداونده که هر یک انسانی که بالای مردم ظلم میکنه اولا من او را شرمنده میکنم، بعد سرنگونش میکنم. امروز شرمندگی رحمانوف در تمام دنیا آشکاره. آخری قدمی است که ما بدازیم و حکومت سرنگون کنیم. الله از همه ما و شما راضی باشه.